бозигари дигари мо Ваҳдат Ҳанонов ки дар ҳайати Персеполис қарор дорад, дар се даври бозиҳои мавсими нав танҳо дар як вохӯрӣ ширкат кард. ӯ дар вохӯрии даври сеюм бо дастаи алюминиум танҳо 19 дақиқа дар майдон буд ва ин вохӯрӣ бо як голи задаи Милод Сарлак дар дақиқаи 42 ба персеполисиҳо ғалаба овард. بالاخره گل برای پرسپولیس به ثمر رسید. احسانی پنجشنبه که امسال شرف فولاد خوزستان را حمایت میکند مثل وحدت حنانوف از 4 بازی فولاد تنها در یک وخوری از کرسی احتیاطی به میدان آمد و 19 دقیقه بازی کرد. فولاد ها در زینه پنجم جدول مسابقات قرار دارد. کاپیتان دسته منتخب تاجیکستان علیشر جلیلوف که شرف دسته اگیمکای ازبکستان را حمایت میکند در دور 17 لیگ برتر ازبکستان اولین گل خود را در حیاط این دسته به ثمر رسانید. این حالت در وخوری بین دسته‌های اگیمکا و سرخان که در حیاط آن ظاهر جورابویف نیز بازی دارد رخ داد. علیشر از آغاز تا به این دسته آمدنش 13 وخوری انجام داده است و 500 دقیقه در میدان بود. لحظه های این بازی رو با هم ببینیم. هرچند نوارها آنقدر صفتشون بلند نیست اما ما ضرور شمردیم که در اینجا گلی زده علیشر جلیلوف رو حتما نشون دیم. این هجومی اگیمکا است که حالا با دسته سرخان بازی میکند و سرخانه که در موقع 13 جای گشته است. این هجومی زیبا است و علیشر جلیلوف با یک رسشی کوتاه بعد اینکه اینجا هم دستش توپ رو به او میپرتاید حساب رو باز کرد. دقیقه ششم است و این گل اولین علیشر جلیلوف در حیاط اگیمکا است. اما تا این دم او در 2 لحظه توانسته است که با هم دسته هایش پس گلی رو هم دهد که این رو ما حالا خواهیم دید یک مرتبه دیگر. اینجا هجومی خیلی زیبا هست و طرز میبینیم پرتافت هم خیلی عالی اجرا کرده شد و فوتبالیست این دسته اگیمکا که حالا در زینه ششمی جدول مسابقات قرار دارند. بعد 17 بازی در 8 بازی پیروزی به دست آوردند، 4 مساوی دارند، 5 باخت، 27 توپ زدند، 16 گل از دروازه‌شان گرفتند و با 28 امتیاز در زینه ششم هستند. و اینجا باز یک هجوم دیگری فوتبالبازان دسته اگیمکا با گل انجام شد. مارتین با اکی که میتوانست گل اول رو هم این بزند. این نوبت باز علیشر جلیلوف حالا ببینید این پرتافت هم از جانب فوتبال بازی دسته منتخب تاجیکستان رسانیده شد و در نتیجه حساب 2-0 گردید. اینجا فوتبال بازان دسته سرخان هم در یک مورد به زدن گل موفق شدند. حالا ببینید اینجا این حرکتی که حالا اجرا گردید در حقیقت خیلی هم جالب بود. فوتبال بازان دسته اگیمکا بسیار حالت خوب رو به میان آوردن. اینجا جلیلوف هم میتونست خودش توپ رو وارد توی دروازه کند اما ضربه‌ای که اینجا تعیین گردید بسیار هم با مهارت عالی از جانب روبن سانچز زده شد و حساب تغییر یافت 2-1 دقیقه 60. حالا باز یک بار دیگر ببینیم این ضربه‌ای که از جانب فوتبالبازی دسته سرخان زده شد و سانچز هم در ضربه‌زنی هم تو ندارد. در آینده دسته اگیمکا با پختکار بازی میکند و این وخوری با حساب 2-1 با همین نتیجه‌ای که ما گفتیم به پایان رسید. در همین برابر دسته بنیادکار давронҷон эргашев дар сафар бар самарқанд бо натиҷаи 2-1 пирӯзӣ ба даст овард ва дар ин бозӣ давронҷон эргашев корти зард гирифт. давронҷон аз беҳтарин бозигароне аст ки дар ҳайати даста дар 15 вохӯрӣ ба майдон омадааст ва капитани бунёдкор мебошад. як гол задасту як корти сурх ҳам дорад. бунёдкор дар лигаи бартари ӯзбекистон дар мақоми 9 ҷойгир шудааст. виталий григорьевич левченко ҳам бо нефчии фарғона аз таҳхонаи ҷадвали мусобиқот раҳоёфтанӣ аст. дастпарарони виталий левченко дар даври гузашта қизилқумро мувоҷиҳӣ шикаст карданд. ин сеюмин бозии нефчӣ бо ҳидояти виталий левченко мебошад.
اینجا در حقیقت برای دسته نفتچی غلبه کردن حتمی بود و فوتبالبازان آن حالا ببینید ویتالای لوچنکو با ولادیمیر یژوروف هر دو تاجیکستانیان اینجا نشستند و به این بازی توجهشون بیشتر است. تو این دم لوچنکو در یک وخوری نتیجه مساوی رو به دست آورد و در مقابل پختکور هم بازی داشت و اون بازی با حساب 2-0 با پیروزی پختکور انجام یافت. حالا باشد اینجا فوتبالبازان دسته نفتچی در دقیقه 20 امکانیت گل زده رو پیدا کردن. حالا ببینید این هجومی فوتبالبازان محض دسته نفتچی فرغانه است و فوتبالبازان حریف اینجا قجیل قم قاعده رو ویران میکنند و ضربه پنالتی تعیین میکنند. اما بابو اینجا طوری میبینیم اسماعیلوف بسیار یک ضربه سخت میزند. این بازیگر 24 ساله ابرار اسماعیلوف در بخوری امروزه در حقیقت قهرمان هم بود، چون که اگر گل اول رو هم نزده باشد ولی بعدا توانست که با گل زدن میسر شود. ولی اینجا قجیل قم در دقیقه 42 با ضربه کنجابویف حساب رو باز میکند و خطا از جانب لارین بود. اینجا هم لارین هست هم میشنکه هست که در حالت دسته نفتچی بازی میکنند و ببینید محض لارین به خطاگیر رو داد و دروازه‌بان هم تورایف نتوانست که اون توبه که حالا لارین اینجا مونده بود اون رو با خودی دروازه‌بان رسونده. حالا ببینید لارین اینجا خطا کرد و این خطاگیر رو بسیار ماهرانه استفاده برد بازیگری دسته قجیل قم کنجابویف و بعدا فوتبالبازان دسته نفتچی فرغانه به خود اومدند و در دقیقه 45 یعنی برابر آغاز شدن قسمی دوم وخوری امکانیت خیلی خوب رو بار دیگر ابرار اسماعیلوف استفاده برد. 1-1 در دقیقه 45 است. ببینید گزارش خیلی زیبا، بسیار بازی جالب و فوتبالبازان دسته نفتچی فرغانه اکنون توانستند که کمی هم باشد به خود آیند، چون که در موقع خیلی نابا برای آنها است. ولی بار دیگر دقیقه 55 است و اسماعیلوف دوبل خود را به ثمر میرساند و این گلی که زده شد جواب نداشت و در نتیجه نفتچی فرغانه با حساب 2-1 پیروزی به دست میآورد. در برابر این نفتچی از زینه آخر به جای 12 برآمد. 16 وخوری دارد، 3 غلبه، 6 مساوی و 7 باخت، 15-22 نتیجه توپایش است و 15 امتیاز دارد. امید است که نفتچی فرغانه در بازی‌های دیگر موقع خود را خیلی بهتر میکند و از همون منطقه خفناک بیرون میرود. انور نورقلوف هم اینجا هست که ما در این نوارهایی که حالا دیدیم یک لحظه شناس شدیم. دوستان گرامی، در همین جا برنامه نوبتی فوتبال آسیا را به انجام میرسانیم. مقصد ما ترغیب فوتبال تاجیکستان و آسیا است. هر هفته در همین روز برنامه ما را انتظار شوید. خیر تا بازدید. خود را احتیاط کنید.